یه چیزی که کسی درباره رفتن بهت نمیگه اینه که تو فقط از یه مکان نمیری، انگار داری کل زندگی قبلی تو دونه دونه از هم باز میکنی. منم امروز باید وسیله‌هامو دسته‌بندی میکردم، اومدم به 3 قسمتشون کردم. اونایی که حتما لازمن، اونایی که شاید یه روز لازم شن و اونایی که فقط چون یه زمانی از زندگیم بودن و باشون خاطره دارم هنوز نگهشون داشتم. و شاید باورت نشه مغز آدم یه موقع سر همین شایدا یا اینکه نمیدونه باید چی کار بکنه اون لحظه قاطی میکنه. چون مسئله اون وسیله نیستا، هر کدومشون انگار یه تیکه از زندگی تو هن که تو به صورت کامل ازشون جدا نشدی. بعد فکر کن وسط این همه بستنه باید به ساختنم فکر کنی. خونه جدید باید بگیری، وسیله جدید باید بگیری، مطمئن شی بلیت درسته، نکنه مدرکی رو کم گذاشته باشی. اصلا کل این تصمیم درست بود یا نه؟ چقدر استرس جدید. یه نفس عمیق. تو این لحظه تو هنوز منتالی تو جای قبلی هستی، ولی بدنت انگار هولت داره میده سمت مرحله بعدی. و به نظر من بدترین بخشش اینه که هیچکی واقعا یادت نمیده چجوری بین ول کردن و شروع کردن یه تعادل خوب و نگه داری. و نگران نباش، کم کم یاد میگیری. و یه چیزی که ته ذهنت باشه اینی که یه تیکه از زندگی آدم تا آخر عمر پیش آدم میمونه و هیچ وقت کامل جمع نمیشه.